خیلی خودتو گم کردی، جا تو یادت رفته. 10 سال پیش کجا بودی ها؟ از تو بدبختی درت آوردم، گفتم بیا کنار دست من وایسا، یه کاری من میخوام انجام بدم، گفتی هر چی تو بگی چشم، فقط منو بساز. گفتم باشه. الان نگاه کن ببین به کجا رسیدی عقبال من. بعد یه خرج تو سبا میکنی، به فکر آبرود افتادی. برای اینکه اون موقع فکر میکردم دوست داری منو، فکر میکردم منو برای خودم میخواد. چی داری میگی واسه خودت؟ ما قرار بود با هم کار کنیم. قرار شد با هم کار کنیم، پس برای چه از من تعریف میکردی؟ من واقعا فکر کردم این حسی داری نسبت به من. غلط کردم ازت تعریف کردم، گوه خوردم که تعریف کردم. خوب شد. آدم وقتی از یه کسی تعریف میکنه، وقتی در واقع سقف بهش نشون میده، آدم برای خودش رویا پردازی میکنه، رو اون تعریفا برای خودش یه آینده‌ای میسازه. الو. با تو هم بهزاد. سلام عزیزم، ببخش یه جای گیر بودم. منم دلم برات تنگ شد، دارم میام. بس روک بگو یه مدت ما پیام بازرگانی بودیم، همیشه وجود نداشت هر موقع خواستی بودیم. روک بگو جامون زدی رد خر گذاشتی، من ازت نمیگذرم خدا نداره لاشی.